درود میگویم به شما با توجهتان در شنوایی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز از استودیو مرکزی رادیو موجب. امروز 4 ژانویه 2021 سال است و دوشنبه. خبرهای این ساعت را از روسیه شروع میکنیم. در ولایت تور روسیه رویخط کسب‌های تصدیق کرده شده است که در آن موافق قرار گوبرناتور این ولایت ایگور رودنیا سال 2021 کرایه مهاجران منع است. رویخط تصدیق شده یک چند کسب‌ها را در بر می‌گیرد که برای آنها جلب شهروندان خارجی از جانب صاحبکاران نیز منع کرده شده است. حالا مهاجران ملتی که در اساس پتنت کار می‌کنند با وجود این در کسب‌های در قرار آورده شده در سال 2021 فعالیت کرده نمی‌توانند. کارکرد چوب، کار در جنگلزار، استحصال پیوه و نوشیدنی اسپرتی، ساختن انشاءات هیدروتکنیکی، محصولات رزینی و پلاستیکی در رویخط قرار دارند که به خارجیان در سال 2021 اجازه فعالیت در حدود ولایت تور داده نمی‌شود. غیر از آن محدود کننده فعالیت مهاجران ملتی در ولایت تور به نقلیات مسافربر و بارکش نیز دخل دارد. همچنین در قرار گوبرناتور ولایت تور آورده شده است که در سال 2021 به مهاجران مشغول شدن با سالدو یک لخت و چکیدن نیز در حدود این ولایت منع است. در بند این قرار همچنین منع کننده فعالیت مهاجران ملتی به فروش همه نمود محصولات دخل دارد به استثنای فروش پست‌های نقلیات. شهروندان خارجی همچنین در سال 2021 در ولایت تور نمی‌توانند میانه‌روی مالیاتی شوند و در ساحه معارف و تندرستی به یگان نمود فعالیت مشغول گردند. همزمان مشخص کرده شده است که ممنوعیت‌های نو به شهروندان جمهوری‌های قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان تأثیر نمی‌رساند. ادامه نشر خبر است. تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان است. در تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2020 ارزش دادن شناسنامه جمله شناسنامه خارجی برای شهروندان جمهوری بالا رفت. حالا ارزش گرفتن یا تمدید مهلت شناسنامه که قبلا 87 سومری بود تا 90 سومری افزایش شد. شهروندانی که سفر به خارج کشور دارند باید شناسنامه خارجی به دست آورند. همچنین در صورت گم کردن، غیر قابل استفاده کردن شناسنامه و یا خود کارناشیان گردیدن او هنگام عوض کردن نیز به شهروند خارجی پرداخت باج دولتی پیش می‌آید که از این رو نشان دهنده‌های مذکور پرداخت بالا رفتند. اگر شهروند تاجیکستان که در بیرون از جمهوری قرار داشته باشد میتواند در صورت گم شدن شناسنامه از مؤسسه‌های دیپلماتی جمهوری در کشورهای خارج با پرداخت باج دولتی شناسنامه نو به دست آورد. معلوم است که از 1 ژانویه اندازه نشان دهنده‌های حساب‌کنی پرداخت‌ها و دیگر پرداخت‌های حتمی، جریمه‌ها و پرداخت‌های اجتماعی 60 سومری مقرر کرده شده است. این در حالی است که در سال 2020 هر یک نشان دهنده با 58 سومری برابر بود. همین طریق حق ثبت نام یک شرکت یا تجارتی نو که قبلا 1450 سومری بود اکنون 1500 سومری ارزش خواهد داشت. برای پرداخت ثبت نامی سازمان بین‌المللی در تاجیکستان 6000 سومری پرداخت کردن لازم می‌باشد، در حالی که این خدمت در سال 2020 50,000 سومری ارزش داشت. ارزش گرفتن شهادتنامه برای شخصانی که در بخش خصوصی تاجیکستان کار می‌کنند از 58 سومری تا 60 سومری افزایش یافت. در مجموع ارزش پرداخت‌ها در همه بخش‌ها برای برآوردن و تصدیق حجت‌ها نسبت به سال 2020 3.4% افزایش یافتند. نشر خبری را شما مستقیما بشنوید. در تاجیکستان می‌مانیم. شرکت هواپیمایی ازبکستان هوایی‌العالی صنعت پروازها بعد دوشنبه را اعلام داشته است. گفته می‌شود که پروازها میان دوشنبه و تاشکند پروازهای مقرره نه بلکه چرخی بوده است. صنعت 5 ژانویه سال 2021 آغاز می‌گردد. حرکت هوایی برای تاشکند و دوشنبه از 16 مارس سال گذشته قطع شده بود. در نیمه ماه اکتبر سال گذشته جانب امکان از 1 نوامبر برقرار کردن پروازها بین دوشنبه و تاشکند را بررسی کردند. سپس این مهلت را تا 1 دکمبر سال 2020 موقوف گذاشتند و سپس مهلت نو 1 ژانویه سال 2021 بررسی شد. خاطر سال میکنم که پروازهای دائمی بین‌المللی میان تاجیکستان و ازبکستان در نیمه ماه مارس سال گذشته بنا به سبب
خروج سرایت کرونا ویروس همچون چاره پیشگیری از پنجشنبه این بیماری سرایت متوقف شده بودند. در حال حاضر با قرار مقامات دخلدار بهداشتی ازبکستان شهروندان خارجی که در حال حاضر سرحد این کشور عبور میکنند باید از تشخیص سرایت کرونا ویروس حتما گذرند. در خصوص برقراری صحنه دقیق پروازهای منتظم میان تاجیکستان و ازبکستان حالا اطلاع رسمی وجود ندارد. یک خبر ورزشی نیز داریم. 370 زودوچیان 68 کشور جهان و رویخط مسابقات ورلد ماستر که روزهای 11 13 ینور در شهر دوحه دولت قطر برگزار می شود وارد شدند. ظاهرا مسابقه بدون اشتراک دسته‌های ژاپن و کره جنوبی برگزار می شود که درخواست‌های خود را برای کمیته تدارکات نفرستادند. شاید این به وضع دشواری اپیدمیولوژی وابسته باشد که بعضی کشورها را برای اشتراک در آزمون باز می‌کند. تاجیکستان را در مسابقات دوحه سه زودوچی نمایندگی می‌کند. اینها سومون محمد بیکوف زیر وزن 73 کیلوگرم، بهروز خواجه‌زاده زیر وزن 73 کیلوگرم و تیمور رحیمov در وزن زیاده از 100 کیلوگرم شرکت خواهند کرد. قبلا فدراسیون بین‌المللی جودو مکان برگزاری جام جهانی 2023 را انتخاب کرده بود. جام جهانی 2023 نیز در نظر است که در شهر دوحه دولت قطر برگزار گردد. ادامه نشر خبری را شما این ساعت مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید و به آمار عمومی گرفتاران کرونا ویروس در جهان نظر میکنیم. طبق آمار مختصر دانشگاه جان هاپکینس در یک ماه شماره مبتلایان کرونا ویروس در جهان 20 میلیون نفر افزوده و 85 میلیون نفر رسید. 1.8 میلیون نفر قربانی این بیماری شدند. بنابراین امریکا در یک ماه در جهان 20 میلیون حالت نوی سرایت آشکار کرده شد تا به حالت 4 دکبر سال 2020 شماره عمومی بیماران کووید 19 در سراسر جهان 65 میلیون نفر را تشکیل میداد. در همین حال گفته می شود که ایالات متحده آمریکا با 20.6 میلیون نفر سرایت یافتگان، هندوستان با 10.3 میلیون نفر، برزیل با 7.7، روسیه با 2.3 و فرانسه با 2.7 میلیون نفر سرایت یافته در رویخط پنجگانه اول در سراسر جهان قرار دارند. همچنین اکثر فوت‌ها از کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا واقع گرفته شده است. در این کشور طبق معلومات آخرین 351,000 نفر سرایت یافتگان ویروس کووید 19 فوت دیدند. پس از آمریکا، برزیل و هندوستان متناسباً با 196,000 و 149,000 نفر فوت دیده بر رویخط شامل گردیدند. مکزیک در جای چهارم 126,000 فوت و در جای پنجم ایتالیا با 75,000 فوت بیماران کووید 19 قرار دارند. نشر خبری این ساعته بود. مستقیما روی موج رادیوی مهاجر. روزتان خوش باشد. در ساعت‌های بعدی با شما در روی موج رادیوی مهاجر برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را ادامه خواهیم داد.